قوی ترین سلام، امیدوارم عالی باشید. یه تبریک ویژه بهت میگم که اومدی توی دوره کسپر برای اولین بار شرکت کردی و تو اولین نفرایی هستی که داری این دوره رو میبینی. دوره کسپر 0 تا 100 فروش، همینجوری که این پشت برات نوشتم. یعنی اینکه دیگه تو بعد از دیدن این دوره و چند ساعتی که کنار من هستی خیلی راحت میتونی هر چیزی رو به هر کسی تو هر جایی بفروشی. نکته که میخوام بهت بگم اینه، تا پایان ویدیوهایی که با هم هستیم حتما قلم و کاغذ داشته باش و هر جایی که خسته شدی حتما دوره رو پاز کن، برو دور بزن، بعد برگرد ببین. نمیخوام مثل یه فیلم سینمایی تا آخر بشینی منو ببینی و از من خسته بشی و هیچ چیزی هم یاد نگیری. هر چیزی رو که تو هر بخشی که میگم برو توی پیج، توی جای مختلفی که میخوای محصول و خدمات رو بفروشی رعایت کن و بعد بیا مرحله بعدی رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی استپ بای استپ بیا جلو، نشین مثل یه فیلم سینمایی تا آخر ویدیوها رو همینجوری یه تیک ببین. برای اینکه ما بخوایم یه کاری رو انجام بدیم، یه مهارتی رو داشته باشیم، یه تخصصی رو داشته باشیم، باید تمرین کنیم. یعنی هر قسمتی رو که من بهت درس میدم، هر قسمتی رو که بهت میگم، یه بار برو تمرین کن توی پیجت، یه بار برو تمرین کن توی جاهای مختلفی که هستی، بعد که به نتیجه رسیدی برو مرحله بعدی دوره رو ببین. پس اولین نکته همینجوری نشین تا انتها ویدیو رو ببین، دونه دونه آروم آروم نگاه کن، برو تکرار کن، تمرین کن و بعد به نتیجه برس. این دوره که داری میبینی تنها دوره، یا بهت بگم اولین دوره کامل فروش در اینستاگرام. شاید خیلی از دوره های مختلفی رو دیدی که اسمش فروش در اینستاگرام بوده، نمیدونم فروش انفجاری بوده، فروش شب عید بوده، فروش در بحران بوده، فروش فلان بهمان نبود. اما چیزی که من دارم الان بهت میگم، با توجه به سابقه‌ای که من دارم و تو سابقه منو میدونستی و تو این دوره ثبت نام کردی، سابقه چندین ساله‌ای که توی فروش سنتی، توی فروش آنلاین، توی مشاوره فروش برای مجموعه های مختلف و چند تا مجموعه خودم داشتم، جایی نشنیدی و تا حالا کسی نیومده اینطوری فروش رو تحلیل کن. تو در انتهای این دوره میتونی خیلی راحت، اگر چیزایی که میگم رو رعایت کنی، فروش تو توی پیجت، سایتت و یا حتی مدل سازی توی کسب و کار سنتیت چندین برابر کنی. چیزایی که دارم بهت میگم روی بیشتر از 2500 تا پیج فروشگاهی، بلاگری، خدماتی، آموزشی رعایت شده و به نتیجه رسیده. چیزایی که دارم بهت میگم روی پیج خودم و پیج خیلی از اساتیدی که داری میبینی انجام شده، رعایت شده و اونا به نتایج خوبی رسیدن. پس میخوام ازت کامل شیش دنگ حواستو بذاری و بیای در کنار من باشی، چون 50 تا سرفصله. 50 تا سرفصل خودش به اندازه یه دانشگاه میتونه برای تو تایم داشته باشه. پس چیزی که میخوام بهت بگم اینه، تا آخر پرقدرت گوش بده و بریم برای منفجر کردن. اسم دوره کسپره. کسپر یعنی چی؟ یعنی گنج. پس تو الان به گنج دست پیدا کردی که باید ازش استفاده کنی. یادت باشه گنجی رو که پیدا میکنی، اگه دیگران سریعتر از تو ببیننش دیگه هیچ ارزشی برات نداره. پس سریع یاد بگیر و سریع اجرا کن. بریم برگردیم شروع کنیم.